با سلام خدمت شما همراهان عزیز FQS. خب همونچه که در جریان هستید احتمالاً به زودی ایردراپ بات بیت کوین برای یوزرها و بازیکنهای اون انجام میشه. توی این ویدیو قصد داریم به شما یاد بدیم که چطور یک کیف پول روی شبکه تون برای خودتون نصب کنید و چطور اون رو به بات بیت کوینتون متصل تا بتونید این ایردراپ رو دریافت کنید. به این منظور با توجه به اینکه گوشی شما اندروید هست یا iOS، از طریق پلی استور یا اپ استور میایید اقدام به دانلود نرم افزار کیف پول تونکیپر میکنید. در قسمت جستجوی عبارت تونکیپر رو تایپ میکنید تا این کیف پولی که مشاهده میکنید که الان 10 میلیون نصب هم توی پلی استور داره به شما نمایش داده بشه. روی گزینه اینستال میزنید و روند نصب رو انجام میدید. بعد از اتمام نصب کیف پولی که دانلود کردید رو باز کنید. در ابتدا این صفحه به شما نمایش داده میشه که از پایین گزینه کرییت نیو والت رو انتخاب میکنید. اینجا یک پسورد 4 رقمی انتخاب میکنید و مجددا اینجا اون رو تکرار میکنید. اینجا هم بهتر انیبل نوتیفیکیشن رو بزنید تا نوتیفیکیشن ها فعال بشه و اگه واریزی رو براتون انجام شد به شما اطلاع بده. روش میزنید و بعد از فعال سازی وارد این صفحه میشید. صفحه اصلی کیف پول تونکیپر. در همین ابتدا بهتر بیایم بکاپ کیف پول رو فعال کنیم تا در صورت پاک شدن اون از روی گوشیمون دارمون از دست نره. کافی از روی چرخ دنده‌ای که بالا سمت راست قرار گرفته وارد منوی تنظیمات بشید و بعد گزینه بکاپ رو انتخاب کنید. در این بخش بکاپ منویلی رو انتخاب میکنیم یا همون بکاپ دستی. اینجا روی آیکون کانتینیو میزنیم. پسوردی که در ابتدا انتخاب کرده بودیم رو مجدد اینجا وارد میکنیم تا 24 کلمه امنیتی به ما نمایش داده بشه. این کلمات رو باید به صورت دستی یک جای امن برای خودتون یادداشت کنید و نگهداری کنید. و اگه این 24 کلمه رو از دست بدید، در صورتی که کیف پولتون از گوشتون پاک بشه از دست میره دارایی شما. و همچنین اگه این 24 کلمه دست کسی بیفته عملاً کیف پول شما رو در اختیار خواهد داشت. پس در حفظ و نگهداری اون کوشا باشید. بعد از یادداشت کلمات آیکون چک بکاپ رو در پایین انتخاب میکنیم و به صورت تصادفی 3 تا از این کلمات رو با شماره‌شون از ما میپرسه. حالا اینجا کلمه دوم، هفتم و 22 خواسته. ما طبق یادداشتی که انجام دادیم میایم کلمات رو تایپ میکنیم. در صورتی که درست باشه الان این قرمز شد. یه اس اضافه گذاشته بودم، حذف میکنم و آبی میشه. کلمه هفتم رو هم وارد میکنیم. همچنین کلمه 22 و در صورتی که هیچ کدوم از این کلمات قرمز نشه یعنی که هر سه درست هستن و کافی گزینه دان رو در پایین بزنیم تا عملیات بکاپ گیریمون با این تیک سبز رنگ تایید بشه. حالا از طریق این فرش بالا سمت چپ برمیگردیم به صفحه اصلی و میریم برای اتصال بات به کیف پول. بعد از ورود به بات بیت کوین در بالا گزینه ولت رو انتخاب میکنیم تا این پنجره به ما نمایش داده بشه. از پایین روی آیکون زرد رنگ کانکت تون ولت میزنیم و کیف پول تونکیپر رو از این بخش انتخاب که به صورت خودکار اقدام به باز کردن کیف پول تونکیپر ما میکنه و در این بخش از ما یک دسترسی میخواد. در صورتی که هیچ چیزی اینجا مشاهده نکردید مجددا برمیگردید به بات بیت کوین و اینجا روی گزینه ترای میزنید تا این پنجره ظاهر بشه. اینجا روی کانکت ولت میزنید و اجازه دسترسی میدید به بات بیت کوین که به کیف پول تونکیپر شما وصله. پسورد رو هم که وارد میکنید و تمام. حالا برای اینکه مطمئن بشید این اتصال درست انجام شده از داخل کیف پول تونکیپر شما پایین گزینه براوزر رو انتخاب میکنید و از بالا
گزینه کانکتد رو انتخاب میکنید تا آیکون بات بیت کوین رو اونجا ببینید و با دیدن این آیکون مطمئن میشید که کیف پول شما متصل است. برای برداشت بیت کوین از بات بیت کوین به کیف پول تونکیپر شما به میزانی تن نیاز دارید جهت پرداخت گس شبکه. حدوداً نیم تن اگه داشته باشید کفاف میده. جهت دریافت تون کوین از یک کیف پول دیگه شما باید وارد بخش تون کوین کیف پول بشید و گزینه رسیو رو انتخاب کنید. اینجا آدرس کیف پول تون کوین شما نمایش داده میشه که اونو کپی میکنید و میبرید به اون کیف پول مبدأ که روند کارش رو تقریبا به همین شکله. اینجا اگه گزینه سند رو بزنیم میبینیم که اول باید آدرس رو اینجا وارد کنیم، آدرس کپی کردیم رو پیست میکنیم. بعضی از کیف پول ها نیاز به چیزی به اسم کامنت دارن، یعنی یه تعدادی عدده که شما اون رو هم باید کپی کنید و وارد کنید علاوه بر کیف پول. اگه داشت حتما باید استفاده کنید که حالا توی کیف پول تونکیپر نه برای ارسال اون نیاز هست نه برای دریافت. حالا روی کانتینیو میزنیم تا اینجا میزان تونی که میخواین انتقال بدین رو انتخاب میکنید. ارزش به $2 هم زیرش نوشته میشه در همین لحظه و بعد گزینه کانتینیو، تایید تراکنش و تمام. البته حتما به زودی یک ویدیو آموزشی از خرید تون کوین از کیف پول داخلی یعنی از یک صرافی ایرانی و انتقال اون به تونکیپر هم برای شما ضبط میکنیم تا در این قسمت هم مشکلی نداشته باشید. امیدوارم که کامل همه نکات رو تونسته باشم بهتون توضیح بدم و باز هم سوالی اگه داشتید حتما در بخش کامنت ها یا با پشتیبانی مطرح کنید. موفق و پیروز باشید.